سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم از مجای کسی اینجور صحت سلامت باشین. تشکری میکنیم از شما که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا است که آهنگ در تاریخ موسیقی افغانستان مرتبط است. یک آهنگ قدیمی است که ما در هیچ جای نتونستیم پیدا کنم. دوست ما صدای خودش بر ما ثبت کرد و روان کرد که میره لطفاً در آهنگ ما بسیار خاطره داریم. این آهنگ شما بر ما نواختن شب یاد بتین. و ما خودم وقتی که پالیدم هیچ نتونستم در هیچ جای پیدا کنم و از اونا خواهش کردم که صدای خود بر ما ثبت کنن، که صدای خود بر ما ثبت کردن، روان کردن که ما اینال نمیفهم که انترو و انترلود آهنگ چی رقم است. فقط امو قسمتی که میخوانه هنرمند امو قسمت بر ما روان کردن که ما اموره میخوایم که ویدیو آموزش امروز تهیه بکنیم. امیدوار هستم که ویدیو جالب براتون بوده باشه. اتر آهنگایی که تاریخ موسیقی افغانستان با او مرتبط می باشه بر ما بسیار زیاد مهم است و بخاطر که آهنگا نمیره از بین نره و زنده بمانه و هم بسیار دوستای ما از اینا خاطره ها دارن. از او خاطر اگر که حتی ما نتونیم که در هیچ جای پیدا کنیم، یعنی که در یوتیوب پیدا نشه، در کدام جای دیگه ما نتونیم پیدا کنیم، اگر که در خاطره های شما باشه آهنگای مثل می آهنگا میتونین که شما ثبت کنین و بر ما از طریق مسنجر فیسبوکم روان کنین. مثل امی آهنگایی که شما هم بگوین حتما آموزش تهیه میکنم. میریم و شروع میکنیم دوستای عزیز. راشه دلدار راشه، زمان نگار راشه. آهنگ بسیار زیبا از خانم بهانه. در قسمت از اینکه شعر از کی است و کمپوزیشن از کی است هیچ معلومات ندارم دوستای عزیز. اگه شما میفهمیدین لطفاً ما را همچنان در جریان بانید. میریم و ما از سی میخوانیم آهنگ. این آهنگ زیبا در راگ بهروی جوش شده دوستای عزیز. در این آهنگ اردو ری، اردو ده و اردو نی استفاده شده. همونطوری که من گفتم بر شما در قسمت انترو و انترلودش چون نمیفهمم که چی رقم نواخته شده، از او خاطر نمیفهم کدام نوتا استفاده شده. اما در قسمتی که میخوانه هر دو ری، اردو ده و اردوی نی استفاده شده دوستای عزیز. خب اگر ما سی بخونیم راگ بهروی ما یا فریجن اسکیل ما چی رقم شکل داره برای پرده های ارمونیه. ساری گما پردنی سا سانی دپا مگری سا. که در این آهنگ گفتیم که اردوی ری، اردوی ده و اردوی نی استفاده شده. آستایش از این اگر من سی بخوانم سی ماینر کورد میشه، از این اینجا شروع میشه و از سه شروع میشه دوستای عزیز. راشه دلدار راشه، زمان نگار راشه، رنگین رخسار راشه، مقر جفا ای بی وفا، مقر جفا ای بی وفا. اینمی آستایش است. شما دیدین که در آستایی ما اردو ری استفاده کردیم. حالا امروز یک انگشت کار میکنم. روشن نگار روشن، زما دلدار روشن، رنگین رخسار روشن، مقر جفا ای بی وفا، مقر جفا ای بی وفا. این آستایش شد. شما میتونین که انترلود و انتروی آهنگ خودمی آستایش مثلا بنوازین. مثلا چه قسم؟ انتری آهنگ از F میجر کورد شروع میشه و از F خوانده میشه. زپا
قبولك شیرین یارم مکر جفا. اینمی انتریش از دوستای عزیز عالم را یک انگشت مکان میکنم. زبتا می نکوم مینم قبولک شیرین یارم مکر جفا. که پس دوباره آستایی شروع میشه دوستای عزیز. اینمی تمام آهنگ بود دوستای عزیز. شما دیدین در انترک ما هر دوی نی و هر دوی ده استفاده شد. شما ببینین زپرتو می نکوم مینم قبولک شیرین یارم مکر جفا. راشه جانان راشه زمانگار راشه رنگین رخسار راشه مکر جفا. ای بی وفا مکر جفا. ای بی وفا. که قسمتش امو آستایش است که تکرار شده دوستای عزیز. این تمام آهنگ است. امیدوار هستم که شما با بزرگواری خودتان کاسی های ویدیو را لطفاً ببخشین و خانم بهانه در هر جایی که است سلام برشان برسه و امیدوار هستم که امی آهنگ اگر امرای خود داشته باشن لطفاً در یوتیوب بانند که دوستای ما که میخواین بشنون از صدای خودشان که خاطره دارن اونا بشنون بتونن که آهنگ پیدا بکنن. دوستای عزیز ریتمی که در این آهنگ استفاده شده 4/4 تایم سیگنیچر است. میریم و در گده مایره تمرین میکنیم. راشه دلدار